بله سلام علیکم، بفرمایید. آقای انصاری سلام عرض کردید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من محمد بودم از یزد. محمد بودید از یزد، حالا نیستید؟ آقا محمد بزرگوار. به خاطر اینکه ما یه 4-5 هفته‌ای هست یک مدت زیادیه که ما خلاصه برنامه نداشتیم و دیگه حالا گفتیم که یه سلامی عرض کنیم خدمت شما. من حقیقتا برنامه از اول نبودم، الان که اومدم دیدم که خلاصه برنامه داشتید نگاه کردیم و در رابطه با نظم صحبت می‌کردید و اینا گوش کردیم. درست. گفتیم حالا تا شلوغ نشه یه سلامی عرض کنیم، حالا تا بعد انشالله. سلامت باشید آقا محمد. ما هم یعنی مدتی بود که صدای دلنشین شما رو نشیده بودیم. سلامت باشید. من فقط در رابطه با نظری که صحبت میکنن میخواستم عرض کنم که حقیقتا اینایی که نظری میدن اصلا همه نظری نیست، اسمش نظریه، کسی نظر نیست. درست. بیشتر حالت خیراته، مثل صدقاته، انفاقه. اینا دیگه به اون حالتی نیست که مثلا غیر از خدا باشه. ببینید ما اصلا در فقه شیعه و نظر که میخوان بکنن تو تمام رساله ها هست. درست. اصلا باید اون کلمه به اصطلاح سیره نظر باید به زبان جاری کنن و اینجوری بگن که مثلا برای خدا بر من است که این کار رو انجام بدم. یعنی اول باید بگن که برای خدا بر من است موقعی که میخوان نظر بکنن. ولی تقریبا میشه گفت 80-90% این غذاهایی که مثلا در طول ماه مبارک به اصطلاح در عزاداری‌ها محرم اینا به مردم میدن بیشتر از جنبه خیراتی داره. میگن آقا اینا میدیم خیرات میکنیم ثوابش برای پدر مادرمون، برای مثلا هر کی هرچی میخواد. اینا که میگن مثلا برای ابوالفضل، اینه که یعنی معنی اینه که شما خیرات میگن مثلا ثوابش میره برای ابوالفضل، ثوابش برای امام حسین، ثوابش هر کسی میخوان. اینی که مثلا حالا میگن آقا حرام است برای غیر خدا. این آقا محمد میشه من یک سوال بپرسم؟ این جمله رو آقا محمد عزیز، آیا امام حسین نیاز به این داره که ما برایشون نظر بکنیم تا ثوابش برسه به ایشون؟ امام حسین که نیاز نداره. ببینید امام حسین نیاز داره، برای که ما اصلا خود حضرت رسول الله صلوات میفرستیم نیاز دارن که خدا درود برش بفرسته، ولی باید بفرستیم دیگه، این وظیفه ماست. نه حالا در صورت این چیزی که هستش. حالا نه آقا محمد بزرگوار، رسول الله صلی الله علیه و سلم به صلوات ما نیاز ندارن. ما صلوات رو که میفرستیم این به خاطر اجر و پاداشی است که ما بهش نیاز داریم. در هیچ جا نگفته که شما به رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوات بفرستید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به صلوات شما نیاز دارن. همچنین امام حسین هم به نظری ما نیاز ندارن. اونا یعنی امروز اگر که شما همه دنیا رو هم نظر امام حسین بکنید، هیچ برای از امام حسین نه چیز رو بالا میبره نه چیز رو پایین میاره. منتها من در شروع صحبتام شما حتما نبودید، عرض کردم خدمت بینندگان که الله سبحانه و تعالی میگه که قل، بگو ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم به همه مؤمنین که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو که همه نماز من، عبادت من، قربانی من، حج من، زندگی من، مرگ من فقط برای الله سبحانه و تعالی است. و وقتی که ما نظر انجام میدیم، نظر یک عبادت هست. عبادت هست یا نیست؟ نظر عبادت. در آفرین، نظر عبادته، نماز عبادته. اگر من نماز بخونم بگم که بارالله من 2 رکعت نماز میخوانم برای رضای تو و برای تو و به سوی قبله تو و برای امام حسین، آیا این نماز من یک نماز مشرکانه میشه یا نمیشه؟ ببینید این ما اصلا در کتاب صحیح بخاری هم داریم که میپرسن ما برای پدرمون صدقه بدیم یا ندیم. صدقه چیز دیگه است برادرم. نماز بخونید ثواب داره یا نداره؟ عزیزم صدقه چیز دیگه است. آقا محمد نظر رو من دارم صحبت میکنم. نظر آقا شما میتونید بگید من برای پدرم نظر میدم؟ نظر عبادتی خاص. نظر میدم به پدر.
نظر ثواب نظر رو میدم به پدرم. خب آقا محمد بزرگوار، من خدمتتون عرض کردم آیا امام حسین نیاز به این داره که ما براش نظر بکنیم؟ بله امام حسین چه دلیل؟ چه دلیل؟ لا اسألکم علیه اجرا الا مودة فی القربى. این خودش یه مودت. خب این محبت است، این محبت است، این محبت است. این جزء عزیزم این جزء اعتقاد است، این ثواب داره. اما نظر، آیا خداوند گفته در جایی که شما نظر بدید برای محمد مصطفی، نظر بدید برای فلان پیامبر، نظر بدید برای فلانی، یک دلیل از قرآن بیارید که نظر برای غیر الله جایز باشه که ثوابش به اون برسه؟ ببینید شما دوباره حرف خودتون رو تکرار کردید. ما نظر رو برای خدا میکنیم. ما گفتیم نظر. پس چرا میگن نظر امام حسین؟ پس چرا آقا محمد یک نفر رو برای من نشون بدید گفته باشه که این نظر الله است؟ میگن نظر امام حسین، نظر ابوالفضل، نظر بیبی فاطمه، نظر بیبی سمیه، نظر بیبی حضرت معصومه، نظر امام رضا. ببینید این وقتی که شما عبادتی رو برای کسی دیگه اسمش رو گذاشتید، ولو که برای الله هم انجام بدید، چون کسی دیگری رو در اون شریک کردید، این میشه شرک. صحابه شما صحیح، ما قبول داریم اینا. تشکر. ما میگیم که ببینید ما اصلا این شما دارید یه چیزی رو داخل میکنید به زور. ما داریم چی میگیم؟ ما میگیم که آقا این نذر میکنیم برای خدا، ثوابش برای ابوالفضل، ثوابش برای پدر مادر، ثوابش برای هر کی میخواد. بابا شما میگید آقا محمد ثواب، میگید که ببینید میگید که ائمه معصوم هستن، ائمه نیاز به این ندارن که ما برای اونها اجر و ثواب خودمون رو بکشیم، برای اونها اجر و ثواب بفرستیم. اونها نیاز به اجر و ثواب ما ندارن. اونها معصوم هستن، گناه نکردن، طبق اعتقادات شیعه گناه نکردن، نیازی به اصلا به این ندارن که ما برای اونها نماز بخونیم، ما برای اونها صدقه بدیم، ما برای اونها نمیدونم نظر بکنیم، نیاز ندارن به اینا. در اینجا دو گزینه است، یا اینکه بگید ائمه نیاز دارن به این نظر که اونجا باید مسئله اسمتشون رو زیر پا بگذارید، یا بگید که نه، این یک نظری است که غیر خدا رو در اون شریک قرار دادن. این یه چیزی که شما مطرح میکنید که نیاز ندارن. همه اونایی که رفتن به دعای ما نیاز دارن، چه معصوم باشن چه عزیزم نباشن. دعا چیز دیگه است، دعا چیز دیگه است. من ببینید آقا محمد من دارم از عبادت صحبت میکنم. این نظری که شما میدید عبادت هست یا نیست؟ اینو به من بگو. خب ما که عرض کردیم عبادت هست، درسته؟ عبادت هست. بله. مادامی که عبادت هست، آیا عبادت باید فقط برای الله باشه یا میشه که برای کسی دیگه هم باشه؟ نه، عبادت فقط برای الله. خب چرا اسم امام حسین و اسم ابوالفضل توش قاطی میکنن؟ ما قاطی نمیکنیم، ما نذر میکنیم ثوابش برای ابوالفضل، ثوابش برای امام حسین. نذر مثلا بگن آقا اینا نذر پدر مادرت. آقا محمد تشکرش. الله متعال. همینه دیگه. های انصاری شما میخواید یه چیزی را که نیست به زور بقبولونید که هست. نه ببینید آقا محمد عزیز، این جامعه‌ای که شما دارید ازش صحبت میکنید، من اونجا بزرگ شدم، اونجا درس خوندم تو مدارس. از همین نظریا، خدا ببخشه، از همین نظریای امام حسین که میآوردن تو مدرسه ما رو به زور میبردن که بخورید. اون موقع نمیدونستیم، در دوران ابتدایی نمیدونستیم این چیزا رو، میرفتیم میخوردیم باشون. خب شما به کسی بگید که این چیزا رو ندونه. آقا محمد بزرگوار، اختصاص دادن روز عاشورا، نظر امام حسین، خب این یعنی شما با چی میخواید اینو، چگونه میخواید اینو انکار بکنید؟ خب همه دارن اینا، ما خودمونم که مثلا گوسفند میکشیم میگیم آقا نذر میکنیم برای پدرمون، میگیم این نذر برای بابات یه گوسفند بکش. یعنی چی؟ یعنی نذر خدا میکنی، خیرات پدرت میکنی. عزیزم نذر برای پدرت میکنی اشتباهه. نظر برای پدرت میگی، نظر فقط برای الله سبحانه و تعالی است. صدقه میدی فقط برای الله سبحانه و تعالی است. چیکار میکنی؟ میگه آقا من این صدقه رو میدم، و ثواب این صدقه رو میبخشم به کی؟ به پدرم، به مادرم، به فلان انسانی که فوت کرده یا زنده است، یا برای اینکه الله سبحانه و تعالی فلان مشکل من را حل بکنه. یعنی شما به وسیله این صدقه دادن متوسل میشید به الله سبحانه و تعالی که یا خیر و نیکی به پدر مادر شما برسانه، یا کدام مشکل شما رو حل بکنه. این که تعارضی با اعتقاد نداره. اما وقتی که من بیام بگم که ما همین اعتقاد داریم، اعتقاد ما همینه، خدا کنه اینطوری باشه.
بیننده. آقای انصاری شما فقط یک چیز بدونید، آقای انصاری یه جمله من بگم، ما تمام کارامون قربتاً الی است. حتی وقتی که شما میرید غسل میکنید میگید آقا من غسل مثلا فرض کنید این کارو میکنم که از طرف راست چپ خودمو میجورم، قربتاً الی الله. همه چیز قربتاً الی الله، اصلا غیر از قربتاً الی الله. آقا محمد شما مطلب اخیرتون رو گفتید، منم یک سوال اخیر از شما بپرسم. بله. یک دلیل در قرآن برای من نشون بدید که گفته باشه الله سبحانه و تعالی نظر بکنید ثوابش رو مثلا به امام حسین بدید، یا در نظر مثلا بگید نظر امام حسین است، یعنی این مسئله این کاری که دارید انجام میدید امروز در ایران، یک دلیل از قرآن بیارید. شما نگاه کنید آقای انصاری، من اون چیزی که عرض کردم نه که کل خیرات اینا ما نمیتونیم مثلا برای پدر مادر ما خیرات رو تو بخاری چقدر من آقا جان، آقا بزرگوار، برادر عزیزم، صدقات من میگم آقا محمد، آقا محمد من اگر بیام بگم که پروردگارا من این مثلا غذا رو، این گوسفند رو، این بز رو، این گاو رو، من این رو صدقه کردم برای پدر و مادرم، اشتباست. بگید این رو صدقه کردم برای الله، نذر کردم برای الله، نذر کردم برای خوشنودی الله سبحانه و تعالی، و ثواب این صدقه رو بخشیدم به کی؟ به پدرم، به مادرم. این مشکلی نداره. نه من این کار میکنم نه دین این کار میکنه. اما ما نباید که به خودمون و به مخاطبینمون بخندیم. یعنی شما میدونید که همه این نظرهایی که صورت میگیره، چرا باید این نظر در روز عاشورا و به اسم نظر امام حسین داده بشه؟ در کل ایران من تحدی میکنم یک نفری وجود نداره که بگه این نظر الله است. همه میگن نظریه امام حسین، نظریه امام حسین. نه، نظرشون اگر میگن نظریه امام حسین مقصود همین است که من عرض کردم. شما از دل اونا خبر دارید؟ شما نماینده همه اونا هستید؟ بله. ما الان تو یزدمون آقای انصاری برید روز عاشورا روزی هستش که همه تجمع دارن. شما اگر بخواید غیر از روز عاشورا نظری برید، باید برید سر خیابون، باید جمع کنید مردم بزنن 500 نفر، اونجا مشکلاته. اینجا موقعیه که مثلا اما تشکر میکنم آقا محمد. یعنی حرف خیلی جالب از شما این بود که نیاز داره امام حسین به نظریه ما. این واقعا برای من جالب بود. اولین بار اینا خود حضرت رسول الله گفتن بر من صلوات بفرستید. نگفتن که من محتاج صلوات شما هستم، ما برای خودمون صلوات. ما وقتی میریم ببینید، ما وقتی میریم زیارت ائمه اولین کاری که میخونیم فاتحه میخونیم. این مسئله جداست. این مسئله جداست. ببین آقا محمد بزرگوار، الله سبحانه و تعالی به نماز و روزه و زکات و حج ما نیاز داره؟ الله نیاز نداره. ما خودمون برای خودمون انجام میدیم. اگر صلوات میفرستیم، اگر صلوات بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میفرستیم، به خاطر اینکه ما نیاز داریم، چون هر صلواتی که ما میفرستیم ملائکه به ما صلوات میفرستن. بله این که درسته، ولی تشکر از شما. الله متعالفتون کنه. الله متعالفتون کنه. تشکر آقا محمد بزرگوار. زنده باشید. خواهش میکنم. خداحافظ. خداحافظ.